فنا رفتیم. فکر کنم بالاخره فهمیدم که بابام درست میگفت وقتی که 17 سالگی تصمیم گرفتم که دانشگاه رو ول کنم و بیام سمت تولید محتوا. فکر کنم نهایت موفقیتی که میتونستم برسم بهش همین وسایلیه که توی اتاق دارم و شماهایی. زندگی من در همین نقطه به پایان میرسه. مثلا اون بوگاتی انروتیت و اون زندگی خفنی که توی ریلز اینستا میبینیم تمام شد. با یوتیوب نمیشه به اون چیزا رسید. ولی واقعا چی داره میشه؟ من و متلی کجا بودیم؟ چرا داریم بعد از یک هفته در مورد این موضوع حرف میزنیم؟ ما تصمیم گرفتیم یک هفته بریم جنوب مسافرت و برای شما ویدیو بگیریم. توی اون مسافرت حالا سیل اومد، برق قطع شد، اینترنت نداشتیم و مثلا هر چنگای اینترنت یه لحظه وصل میشد، بهترین خبر دنیا برامون میومد. یوتیوب فارسی تموم شد. همه ازش داشتن ویدیو پست میذاشتن و ما حتی اینترنت درست حسابی نداشتیم که کلیک کنیم روش ببینیم چی میگن. اومدیم ببینیم خب اوکی یوتیوب فارسی تموم شد. جدی الان میتونم به این نتیجه برسم یوتیوب فارسی تموم نشده. شاید یه ذره مثلا مورد عنایت قرار گرفته ولی تموم نشده. اگه مثلا قرار بود یوتیوب فارسی جایی تموم بشه، اونجایی تموم میشد که هر چی بلاگر فیلم عروسی گذار اومد یوتیوبر شد اونجا باید تموم میشد. یا مثلا موقعی که رپر اومده بودن مثلا اون موقع تموم نشد، الان هم تموم نمیشه. خب آقا اصلا از کجا شروع شد؟ ببین اینو واقعا نمیدونم چون واقعا من نبودم، یعنی من مسافرت بودم، نمیدونم از کجا شروع شد. ولی میدونم یه سریا میگن تقصیر آریا کوکسره که اصلا نمیفهمم این وسط همیشه اینجوریه حاجی. اصلا معمولا یه داستانی برای کامیونیتی پیش میاد تقصیر آریا کوکسره. من نمیدونم کی اولین بار پخشش کرد ولی دمش گرم که گذاشت بریم در موردش حرف بزنیم. داستان آر پی ام چیزیه که به چشم من و متلی و بچه‌هام اومده ولی نه اونجوری که داره تو اینترنت در موردش صحبت میشه. یوتیوب فارسی تموم شد، پایان. یوتیوبرها برید دیگه بنایی کنید. بابای من با لبخند من اومدم یه جوری داشت نگاه میکرد من دیدید الان باید تو بازار برید تو مغازه کار کنی. من همچنان میتونم ویدیو بسازم و پول در بیارم کمتر. سایت های زردی که در مورد اخبار پایان یوتیوب فارسی براتون خبر رو بولد کردن هدفشون مشخصه چیه بچه؟ اگر قرار یوتیوب فارسی تموم بشه این ویدیو رو نمیبینید، اون ویدیو رو نمیبینید، اون ویدیوهای پایان یوتیوب فارسی که ریخته تو اینترنت نمیبینید. چرا؟ چون تموم شده واقعا و یارو نمیصرفه. بچه هر ویدیویی که من آپلود میکنم برای من یک مبلغی هزینه داره. یعنی مثلا یه چیزی بین 30 تا 50 دلار هزینه ادیت، فیلم برداری اگر فیلم بردار داشته باشه که حدوداً 2 الی 5 میلیون هزینه فیلم برداریه. اگر خریدی باشه توی ویدیو، اون خرید هزینه‌ای که اندروپی برمی‌داره برای اون سهمش که داره پول ما رو برامون میاره. از این اینترنت که اونا حالا مثلا ماهانه حساب میشه. اوکی، یعنی آپلود ویدیو، یعنی این کسی که بخواد برای شما ویدیو یوتیوب فارسی خراب شد رو بذاره داره 2 الی 5 میلیون هزینه میکنه. پس حتما یه سود مالی براش داره اون ویدیو اگه داره برای شما اینو میذاره. پیج های یوتیوبرها نمیگم و بچه‌ها فکر نکنن من دراما میکنم و یوتیوبرها نمیگم. یوتیوبرها اتفاقا کاملا حق دارن ویدیو بذارن با مخاطباشون صحبت کنن چون پلتفرمشونه. سایت های زرد اگر براتون دارن میذارن حتما داره یه پولی در میاد که دارن میذارن. دقیقاً اونجوری که میگن نیست بچه. درآمد حدوداً 30-40 تا 50% کم شده اوکی، ولی همچنان میشه پول در آورد. و اصلا نمیفهمم گاهی موقع مثلا یه سری یوتیوبرها احساس میکنم صبر و تحملشون پایینه. داشت این مغازه‌دارا که مثلا یه هفته براشون مشتری نمیاد اینجوری مثلا مثلا مغازه‌شون رو تعطیل کنن. هر شغلی دوران تاسیانی داره و دقیقاً الان ما توی دوران تاسیانی هستیم. میدونیم براش راه حل پیدا میکنیم. هر چی بشه من یوتیوبر، شما یوتیوبر، ما مخاطبامون رو داریم، طرفدارامون پشتمونن. درسته تمام کامنت ها دارن به خار مادر ما فوش میدن انگار ما پول اونا رو خوردیم. که اصلا نمیدونم چرا چرا هر دفعه یه چیزی میشه یوتیوبرها فوش میخورن. اونور دوران مهسا امینی یوتیوبرها فوش میخوردن. مثلا یوتیوبرها 7 ماه کارشون رو تعطیل کرده بودن، بقیه مغازه‌ها باز بودن ولی مثلا یوتیوبرها فوش میخوردن. دوران جنگ یوتیوبرها فوش میخوردن. دوباره الان دیگه چرا دیگه داریم فوش میخوریم؟ دیگه داریم بدبخت میشیم. دیگه مثلا پول بهمون نمیدن. مثلا تو فکر کن بابات ورشکست شده، مثلا مغازه‌تون داره آتیش میگیره، یکی بیاد بگه آها دیدی مغازه آتیش گرفت. ببینی از منطقی نیست. فوش چرا فوش میدین؟ از اون طرف افراد کنجکاو بدبخت شدی ها الان میخوای چیکار کنی؟ نه داداش، 1000 تا به عنوان یوتیوبر 1000 تا روش هست برای پول درآوردن. اسپانسری، حمایت مالی، فروش، مثلا میتونی مش بفروشی، 1000 تا کار میتونی بکنی. یک روش درآمده. خب تمام بهترین موقعیتی که یوتیوبرها یه روشای دیگه هم تست بکنن. 100% کارمون سخت میشه. در اصل چه اتفاقی میفته؟ در اصل
چند تا فاکتور هست این وسط. یه سری‌ها میگن که داداش دسام کلا پولش کمه، که اصلا من واقعا شک میکنم داداش اینا یوتیوبرن. به عنوان فردی که الان فکر کنم 4 الی 5 ساله که داره کار میکنه، 2021 شروع کرد دیگه، 4 الی 5 ساله که داره کار میکنه، اصلا انتظار ندارم بگه دسام پولش کمه. بچا دسام ماه کریسمسه. تو کل دنیا تمام اسپانسرها و تبلیغ کننده ها بودجهشون رو میذارن توی دسامبر خرج کنن، برای همین تبلیغات هزینه‌اش تو دسامبر بالاتره. اصلا من دارم اینو به شما توضیح میدم، یکی اینجوری نگاه میکنه خب الان به تخمم چیکار کنم الان. سال پیش برای اولین بار در تاریخ یوتیوب دسامبر هزینه‌اش کم شد، یعنی مثل ماهای عادی شد، طول آنچنان بیشتری نداد. چرا؟ چون یوتیوب اومد با این روش مبارزه کنه. به خاطر اینکه همه هزینه‌ها داخل دسامبر، یعنی همین ماهی که توش هستیم آذر دی، پول‌های اسپانسرها خرج میشد، داخل ژانویه یعنی ماه اول سال درآمدها به شدت افت میکرد. تبلیغ نبود، یوتیوب نمیتونست به یوتیوبرها پول خوبی بده و آر پی ام حتی مثلا تا $1 هم میومد. یه زمانی من یادمه، من 20 سال الان 7مین ساله که دارم یوتیوب کار میکنم. اگر میخواید در مورد گذشته تو فارسی یه ذره اطلاعات بدونید گوش کنید حرف منو. حالا یوتیوب چیکار کرد سال پیش؟ اومد یه ذره از درآمد دسامبر رو کم کرد، گذاشت کنار، تو ژانویه داد به یوتیوبرها. یعنی به جای اینکه دسامبر مثلا آر پی ام باشه 9 8 7 10، ژانویه باشه 1، جفتشونو کرد 4 5 3 تقسیم کرد، از این ماه گذاشت توی بودجه ماه بعد. این کاری بود که سال پیش اتفاق افتاد. الان موضوع چیز دیگه است. الان آر پی ام نسبت به سال پیش 40% افت کرده. نه حذف شده، نه درآمدزایی‌ها قطع شده، درآمد صرفاً کم شده. حالا چه اتفاقی برای کامیونیتی فارسی میفته الان در این صورت؟ به شخصه بنده به فعالیتم ادامه میدم و منتظرم ببینم که داخل کامیونیتی بقیه یوتیوبرها هم مشورت کنم، نظراتم رو ارائه بدم به عنوان یکی از عضوهای این کامیونیتی، نظرات بقیه رو بشنوم. حرفای بزرگترها و آریا، کومان، اینا بچه‌ای که از من قدیمی‌ترم هستن، بچه‌ای به گردن ما حق دارم تو این کامیونیتی، و خیلی گوش کنم ببینم چی میگن. صرفاً به عنوان یک عضو داخل این کامیونیتی، به عنوان یوتیوبر، من تیمی قراره بازی کنم. هر تصمیمی که داخل کامیونیتی گرفته بشه که به صلاح مردم، یوتیوبرها، کامیونیتی باشه، من انجام میدم. به شخص در حال حاضر صبر میکنم. من مجبورم ویدیوهای کم خرج‌تری بسازم، ببینیم در آینده راه حلی پیش میاد که بشه این داستان رو درست کرد. چند نفر چند تا ایده دادن، مثلا بیایم آی پی ایران رو ببندیم یا هر چیز دیگه‌ای، که اینا رو حالا بعد صحبت بشه. من نه موافقم نه مخالفم. کاملا تلاشمون رو روی میذاریم که افت کیفیتی نباشه که مثلا شماها این وسط ضرر کنین، چون تنها ضرر این داستان برای مخاطبای یوتیوب فارسیه. من نمیدونم چرا یوتیوبرها دارن بابت این داستان فوش میخورن. راه حل هم زیاده، میشینیم فکر میکنیم. ما کامیونیتی این بچه‌ها، ما خیلی دوران سختی پشت سر گذاشتیم و میخوام بهتون یادآوری بکنم این کامیونیتی همین چند روز تشکیل نشده. این کامیونیتی 10 سال الان وجود داره بچه‌ها. یه زمان این کامیونیتی تو آپارات بوده، آریا کشون داشت و صحبت کرد که بچه‌ها بیان داخل یوتیوب کار بکنن. خیلی آیندهشون رو فدای این داستان کردن، خیلی درسشون کارشون رو ول کردن اومدن پای این کامیونیتی. این کامیونیتی با دستای همین یوتیوبرها و شماها ساخته شده. پس 100% براش راه حلی پیدا می‌کنیم بچه‌ها، اصلا شکی درش نیست. سال 98 اینترنت‌ها قطع نشده بود، همه پشماشون ریخته بود واتفاق قرار چی بشه. مگه 7 8 سال پیش ساب‌ها و ویوهامون پاک نمی‌شد و عملاً نمیتونستیم کار زیاد گنده بکنیم، فقط ویدیوهای ساده میتونستیم بسازیم. اون زمانی که حتی ادیتور وجود نداشت و یوتیوبرها خودشون ادیت میکردن، اصلا کامیونیتی وجود نداشت. زمانی که سال 1401 توی شلوغیا حدوداً 6 ماه کامیونیتی فارسی تعطیل شده بود، کانال‌ها همه دمیج خورده بودن، مگه بعدش برنگشت؟ مگه چندین تا یوتیوبر تا اینولی ترافیک نخوردن به خاطر ویوهای که یوتیوب تشخیص داده فیکه و کانالاشون برگشته و الان دارن به خوبی کار میکنن؟ سوگنگ، آریا. مگه سال 2020 2021 فیمس حاجی آر پی امش 10 سنت تا زیر $1 نیومده بود و بابت این داستان شاکی بود؟ مگه بعداً مشکلش حل نشد؟ مگه چنل من دیمونیتایز نشده بود سال 2022 به خاطر اینکه پاسپورتم رو تشخیص داده بودن که من ایرانیم و نمیتونم داخل سایت ادسنس اکانت داشته باشم، منو بند کردن؟ مگه اون حل نشد؟ مگه اون زمان کانال من از به عنوان یک کانالی که هر ویدیو 100k ویو میخورد به ویدیوی 2k تا 5k ویو نرسیده بود؟ مگه درست نشد بعدش؟ مگه دورانی که میگفتن سیانت داره اتفاق میفته، اینترنت قراره تعطیل بشه، کامیونیتی فارسی دیگه تموم شد، مردیم، بدبخت شدیم، همین پیجات این داستان رو بولد میکردن، مگه بعدش به زندگیمون ادامه ندادیم؟ مگه داستان جنگ 12 روزه و
تعطیل شدن کامیونیتی، اینکه تو اون 12 روز نمیدونستیم قرار جنگ تموم بشه یا نه، اصلا بحث کامیونیتی نبود، بحث جون و خونه و زندگیمون بود. مگه اون زمان باز به مسیرمون ادامه ندادیم؟ این مسئله چیه؟ من میگم ما خیلی فوسکول گفتیم، ما کامیونیتی خفنی هستیم. این اتفاقا برای هر کامیونیتی تو کشورهای دیگه میفته، من مطمئنم به چالش میخوردن ولی ما نخوردیم. پس پنیک نکنید بچه‌ها، 100% راه حلی براش پیدا میکنیم. در بدترین حالت از ویوها درآمد نخواهیم داشت، اسپانسر پیدا میکنیم، فروشگاه باز میکنیم، هزار تا ما میتونیم برای شما خدمات اوکی کنیم، هر کاری میشه کرد. به شخصه همونطور که گفتم مجبورم هزینه ویدیومو یکم کمتر کنم بتونم ویدیو رو بسازم. تو چند تا از ویدیوهایی که این ما گذاشتم خیلی روک بگم ضرر کردم، یعنی هزینه ویدیوم در نیامد، اونم به خاطر اینکه آگاهی نداشتیم. یعنی این اتفاقی برای خیلی از یوتیوبرها تو این ماه افتاد. قبلا هزینه می‌کردیم هرش برمیگشت، حالا مثلا من مدتی بود داشتم هزینه می‌کردم یر به یر بود، یعنی زیاد سود خاصی نمی‌کردم. الان من یه ذره محاسباتمو قوی‌تر کنم. به شخصه 2 تا چنل دارم الان که یه دونش چنل گیم، یه دونش چنل استریمه. اینا رو دنبال کنید. مدتی اخیراً داشتم داخل همین کانال استریم می‌ذاشتم. از طریق یوتیوبرهای دیگه فهمیدم که آقا حرکت خوبی نیست، به کانال آسیب میزنه که زد، که داره به ویو هم آسیب زد و استریمو قطع کردم. احتمالاً میخوام استریم رو داخل کیک ادامه بدم. اکانت کیک من رو فالو بکنید اگر میخواین از من حمایت کنین. 2 تا کانال دیگه هم دنبال بکنید. و این داستان کاملا اختیاریه. اگر میخواید از من حمایت بکنید میتونید با استفاده کردن از ویکمن‌های بهتر از من حمایت کنید. مثلا به شخصه فهمیدم هات اسپات شیلد مجانی نقطه‌ای که همه میتونن دانلود کنن تبلیغ نشون میده. یعنی اگر مثلا شما دوست دارید حمایت بکنید از یوتیوبرتون، با این کار میتونید حمایت بکنید. مثلا اگر میخواین هزینه کنید یا وی پی ان بهتر بخرید میتونید این کارو بکنید، یا مثلا میتونید برید یوتیوب پریمیوم بخرید میتونید این کارو بکنید، میتونید از یوتیوبرتون حمایت مالی کنید میتونید این کارو بکنید، میتونید مرچ گذاشت برید بخرید. این شمایید الان در حال حاضر کامیونیتی فارسی قرار زنده نگه دارید. یعنی اگر بخواید به همین روند فوش دادن به یوتیوبر ادامه بدین، یوتیوبر خب یه تو شیشکی من دوست نداره، چرا هیچکی پشت من چقدر بدتون میاد من. یعنی چی میگم، یعنی به شخص من حالا فوش نخوردم، یعنی کامیونیتی من واقعا بچهای گلی هستن، ولی به شخصه میگم من همیشه سعی کردم که پشت کامیونیتی، پشت همکارام، پشت مخاطبم، پشت رفیقام باشم و از خودشیرینی به شدت بدم میاد و اصلا نمیخوام تو فاز خودشیرینی باشم. بقیه یوتیوبرام پیشنهاد میکنم که بیاین یک واحد باشیم، با هم تصمیم بگیریم و به نظر هم دیگه احترام بذاریم. خیلی فک زدم و فقط میخوام بگم که دوستتون دارم. روند ویدیو از این ادامه داره. بقیه چنلایی که داخل دیسکریپشن گذاشتم و دنبال کنید. داخل کیک قراره تو استریم بذاریم. دوستتون دارم. فعلا